دوستان عزیز، همونطور که میدید من اینجا هم و میام اینجا و اینجا من مثلا دوستان من اصلا میخوام کیو بسازم آخه. این ما چرا رو ویدیو رفتیم عکس و میایم اینجا و روی رونالدینیو میایم. دوستان ما این رونالدینیو رو قراره تبدیل به یه بازیکن، مثلا تبدیل به مودریچه. چی کنیم؟ همین مودریچه، چی بهش میگم وای خدا، مودریچ نوروز. مودریچ رو میایم از گالری پیدا میکنیم. البته با مودریچ رو داشته باشین شما. یه کانال بچه ها بهتون معرفی میکنم، واقعا ازش ممنونم که کانالش رو ساخت. خیلی ازش ممنونم که کانالش رو ساخت. دوستان ببینین اینجا من باید بهتون یاد بدم، این وقتی روی عکس بزنین و شاید حالا برای بعضیا شاید تکراری باشه، شاید یاد داشته باشن، خیلی خب بعضیا ندارن. دوستان باید این برنامه رو، یعنی این شات رو بریزین و بریم روی عکس بزنین و این جدید و برین روی عکسی که میخواین مثلا صورتشو بگیرین، ببرین کلشو ببرین، انتخاب میکنین عکسشو. من مودریچو میخوام. خب دوستان بله، روی میگردیم و روی این گزینه، روی این گزینه که زیرش نوشته برش پیداش میکنین و روش میزنین و این گزینه خودش فعال میشه باشه. و روش که زدین شاید مثلا یهویی ببینین که صورت بازیکنتون رفته باشه. خب اصلا مهم نیست، بیاین من کلش الان براتون پاک میکنم پس میارم براتون. بیاین اینم از این. اینم از این. روی این گزینه یعنی قلمو میزنین، اینطوری میاد براتون. بعد اینو کوچیک میکنین و صورت بازیکنتون رو تا جایی که جا داره برش میزنین. دوستان راستی حواستون باشه که موهای بازیکنتون بگیرین که شاید یکم عکس خراب بشه واسه موهای بازیکنتون نگیرین. بچه‌ها میگن قلمتون بزرگ کنین برای اینکه دورگیریش براتون سخت باشه. شاید دورگیریش براتون سخت باشه. اینطوری صورتشو بگیرین، بعد دوباره روی پاک شود بزنین، بعد اینو کوچیک کنین، بعدش اینجا راحت تره صورتشو برش بزنین. خیلی تمیز و یک دست. بچه اون جایی که کوچیک بود و اشکال نداره، دورشو پاک کنین، بعدش قلمو رو بزنین درستش کنین و خیلی زیبا در میاد. بچه ها الان بهتون میگم که از کجا بگیرین و روی یک سایتی هستش در روبیکا به اسم کیمدی شاپ که عکس رونالدو رویاله که فکر کنم تقریبا بالای 450 تا دنبال کننده داره.
دورگیری کنین. اون نقطه سفیده ای که اون گوش میبینی، نه اینی که هی داره این ور اون ور میره، اینجا که یک نقطه ظاهر میشه، نه وقتی میبینیم مثلا الان 2 تا شد هی اینطوری تکون این ور اون ور میره، اون نه دوستان، اون مال تاچ گوشیمه. الان هم براتون ورش میدارم. نه دوستان دیگه ورداشتم و این نقطه سفیده که اینجا میاد و ظاهر میشه و این تکون میخوره، اون نقطه برشتونه. خب دوستان بله دوستان، وقتی دورگیریش تمام شد اینجا رو باید با دقت یک جوری بگیرین که بعد مثلا موش و اینا نخوره، به موش و سرش نخوره که اینا پاک بشه. بچه من هیچی ازتون نمیخوام، تنها چیزی که ازتون میخوام فقط یک لایک و سابسکرایب. حالا زنگوله رو اگه نزدین مهم نیست دوستان. وقتی سرشو برش کردین، این بالا نوشته صادرات، بانک صادرات، اونو میزنین و منتظر میمونین لود شه. این بالا براتون میاد و مینویسه ذخیره شد، توی گالریتون ذخیره شد. وقتی بیاین بیرون دوستان، بله من خیلی دقت نکردم، برای همین یکم بد شده. نه دوستان، این شده نتیجمون. اشتباه کردم دوستان. بله دوستان، میایم روی این گزینه رایپ، این گزینه میزنیم روش و همچنین صفحه بالا میاد و دوباره عکس میاره و روی عکسی که میخوایم بذاریمش رو صفحه اونو بزنیم، میتونیم اونجا تنظیم کنیم و کله بازیکنمون رو بیاریم. دوستان الان خب ببینید کلا موش اومده روی کلاهش. این عکس رو ذخیره میکنین و میایین و همون عکسی که میخوایم بذارین کلاهش رو جدا میکنین. یعنی به این روش این برش رو میزنین و کلاهش رو جدا میکنین. البته قبلش همه جاشو با کنین. ما الان کلاهش رو میخوایم بچه ها. دورگیری کلاه آسونه. دوستان اینم از کلاهمون و میریم روی عکسی که ذخیره کردیم کلاهمون رو میذاریم. من چرا برشو زدم؟ هم روی همون گزینه رایپ میزنیم و کلاهمون رو تنظیم میکنیم. دوستان اینم از چهرش. البته اینجا یادش رفته کسی که درست میکرده از اون کانال یادش رفته که اینجا آرژانتینشو درست کنه و تیم والنسیاش رو. دوستان حالا من
کانالو براتون گذاشت، دوباره میذارم روی صفحه. اینم از کانال بچه دیگه. امیدوارم واقعا از تا اینجا ویدیو خوشتون اومده باشه دوستان. من واقعا ایده ای ندارم برای اینکه اینو اینطوری درستش کنم، پس برای همون میرم مثلا تیم مودریچ توی گوگل سرچ میزنم، رئال، باشگاه فوتبال رئال مادرید، میام و یک عکسش رو انتخاب میکنم. منتظر مونم تا لود بشه، این کامل باید لود بشه. و دوستان وقتی دیدین که بغلش اینطوری مربع این یعنی درسته و روی صفحه نگه میدارین و البته گوشه های صفحه نگه دارین که وسطش نگه ندارین، باز شاید اینطوری بشه براتون، بعد نتونین دانلودش کنین، شاید اینجا بیاد. دوستان اینطوری بارگیری تصویر رو میزنین و تصویر در گالریتون فکر کنم ذخیره شد. اینم از رئال مادرید. خب بله، اینجا میاییم و یکم البته باید کوچیکش کنیم، البته اونقدر کوچیک نه که دیده بشه ما که پشتش. این از این. مودریچ هم کجایی بود مودریچ؟ یادم رفته. ها، کرواسی، تیم ملی کرواسی. اینجا میگین بله، بارگیریش میکنین و یک رایت دیگه میزنین و این رو این گوشه میارین. و دوستان برای اینکه اسمشو محو کنین میایین و روی این متن میزنین، به زبان انگلیسی آی رو انتخاب میکنین و البته فونتش بهتر نداشته باشه و ساده باشه اینطوری، و روی این قلمو میزنین تا مثلا یک چیزی برای ای با من چه قاطی کردم، رنگش رو میخواین انتخاب کنین، روی این قلمو میزنین، بعد هر جای ببرین این گردی زیریشو همون رنگ میشه متنتون. بعدش اینو بزرگ کنین و روی اسم رونالدینیو بذارین. ای سایه‌ش رو از بین نبرم. سایه‌ش چطوری از بین میرم؟ باورتون میشه بچه یادم رفته. سایه‌ش اینو صاف میکنین جوری که این اسمش کلا ناپدید بشه. اینم از این. بچه یه بار این ذخیره میکنین، یه بار دیگه عکسی که میخواین رو و دوباره روی اونی که ذخیره کردین میزنین و متن و اسمش رو به سفید. لیکا چیه؟ لولا چیه؟ وای. و کوچیک اسمشو این بالا می‌نویسین. مودریچ فامیلش هم اینجا می‌نویسین. دوستان این هم شد نتیجه کار. امیدوارم خوشتون اومده باشه دوستان. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بازیکن بعدی شما کامنت کنین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار. راستی الان نتیجه کاری که روی مودریچ، کلاه لویاشین هم میذارم روی کارت 100 مودریچ، ببینین که خفن شد یا نه. اینم از نتیجه.